خب دو تا کارآفرین در حوزه شتر تشریف آوردن اینجا، آقای علیرضا ویشی و خانم عاتکه نوبانی. نوباقی. بله. خب اینجا برای من نوبانی نوشتن، خانم عاتکه نوباقی. بله. کدومتون پیشکسوت تری؟ ایشون. شما قدیمی تر شروع کردی؟ من آبا اجدادی داشتیم، تجربهشو داشتن، کار میکردم. من خودم 1 سال شروع. 1 سالشه. شما چند وقت شروع کردی؟ ما تقریبا 2 ساله. 2 سال. شما بیشتر شروع کردی. بله. چند سالتونه شما؟ من متولد 75. 75 85 95 22 23. یعنی 20 سالگی شروع کردی؟ من اقتصاد رو، بحث اقتصادی رو از سن 19 سالگی شروع کردم. اولش وارد کار چوب شدم. در کنارش بعد دوستان پیشنهاد دادن، برکات گوشت شتر گفتن، خواصش گفتن و ما علاقه‌مند شدیم و دیدیم دامداران پول دارن، رفتیم سراغش با چند تا از دوستانم. با چند تا از دوستان؟ کدوم شهر، کدوم منطقه؟ اولش واسه بحث کشتار بود، کرج. یعنی ما اولش با یه دونه توی کرج، بعد ادامه دادیم. یه شتر رو کشتید شروع کرد. آره دیگه. ادامه دادیم و این خودش شترهای دیگر کشتید. دیگه برکات عجیبی داشت. خب بعد چطوری متوجه شدید که این میتونه پول براتون ایجاد کنه؟ نگاه کنید، آدم وقتی که خودش هی تکرار میکنه کاریو و دنبالش میره خودش میاد. مصمم بودن واقعا تصمیمی که ما گرفتیم، ما 1 سال فقط بازاریابی کردیم. یعنی الان 1 سال اون بازاریابی به ما خیلی کمک کرد، تونستیم موفق بشیم. ما یه گروهی، من تنها نیستم که به قولی تنها کار کرده باشم، یه گروهی خیلی بچه‌ها زحمت کشیدن. چطوری هم دیگر پیدا کردید؟ دوست بودیم. بسیج. بله. بعد اینکه چقدر سرمایه اول گذاشتی؟ سرمایه اولیه 20 میلیون ولی با 5 میلیون تموم شد. یعنی شما با یه دونه شتر اوایل ارزون بود، الان اینو گرون شده. شما یعنی چقدر پول گذاشتی؟ 5 تا. الان چقدر پول داری؟ بحث پول میگن از خانم حدوداً که بحث کار ما سرمایه گذاری. چند تا شتر شروع کردی، الان چند تا شتر داری؟ ما همیشه سرمایه در گردشه، یعنی بحث کار ما همیشه درآمدش سقف نداره. شترها در حال گردشن. الان چند تا شتر داری؟ در حال حاضر المال خودم 10 تا دونه. 10 تا شتر. شتر چند؟ شتر سن نمیشه گفت دونه‌ای چند، ولی سنای مختلف داره و الان صفرش پلاک تازه پلاک شده آماده تحویل چند؟ خب سنم بگم بهتون، سن چند ساله؟ مثلا یه چیزی بین مثلا 3 تا 5 سال که 400 کیلو وزن داشته باشه بین 6 تا 8 تا. حالا نژادهای مختلفه. ولی قیمت ماشاءالله میداد همه جا متفاوته. حالا آدم نمیتونه قیمت دقیقه بگه، برای همین من گفتم یه رنج گفتم بهتون. خیلی خوب. شما با چقدر سرمایه شروع کردید؟ من با 5 میلیون شروع کردم. با 10 تا شتر شروع کردیم. 10 تا شتر. بعد تو 1 سال آوردم دور بر الان 140 تا شتر دارم. 140 تا شتر. شما کدوم منطقه هستی؟ ما خراسان رضوی سبزوار هستید. آب و اجدادتون فرمودید که شتر پرورش می‌کنن، درسته؟ بعد چرا شما تصمیم گرفتید این کارو بکنید؟ بر اساس خشکسالیایی که الان پیش اومده، مخصوصا تو منطقه سبزوار دیگه کشاورزی رو آورده به سمت خشکسالی و کشت کار نیست. بعد معمولا خارشتر زیاد میخوره، شتر غذای اصلیش خارشتره. تو منطقه ما فراوونه، برای همین من تصمیم گرفتم مثلا دامداری و گوسفند و گاو و تبدیل کنم به شتر که هم بتونم از اون نظر از مرتع استفاده کنم، هم خاصیتایی که داشت گوشت شتر، شیر شتر. برای همین رو آوردیم سمت شتر. بعد برای یه خانوم سخت نیستش که مثلا 140 تا شتر رو برداره مثلا هدایتشون کنه؟ خب من این کارو نمی‌کنم. ما خودمون مثلا الان اشتغال زایی هم کردیم، دورای 10 تا 15 نفر تو این زمینه داریم کار میکنیم. اونا میبرن؟ بله، تماما. خب خودش ساربون میخواد. شتر یه حیوانیه که باید یه نفر باشه کنارش که ببرتش بیارتش. یه خصوصیت خاصی داره که یه نفر باید باشه. چه خصوصیت خاصی داره؟ شتر یه حیوان اجتماعیه. سریع مثل آدم محبت ببینه، سریع جذبت میشه. یعنی همیشه سرش تو گوشیه مثلا؟ نه، سرش تو گوشی نیست. مثلا مراسم و اینا. سرش تو گوشی هم میره اینجوری. اجتماعیه، یعنی با هم گروهی زندگی میکنن؟ بله، با هم گروهی زندگی میکنن. اگه اتفاقا یکی از همکارتون قبل برنامه برایشون گفتن در مورد کینه شتر هم صحبت کنید. میخواستم بگم واقعا کینه ایه. اگه میخوای مثلا میخوان خریداری کنن یا کشتار کنن، ما نمیتونیم داخل گله کشتار انجام بدیم، چون واقعا از دیدشون ببریم کنار، چون واقعا
کینه به دل میگیرن، چون حمله هاشون رو داری مثلا قصابی میکنن، کشتار میکنن، کینه به دل میگیرن، بعدن ضربهشو بهت میزنن. برای همین باید از گله ببری بیرون، جایی که دیده نشی ببری قصابی انجام بدی. بعد فراورده هاش چیه شتر؟ گوشتش اصلا شتر 0 تا 100ش فراورده است. بگید مثلا به جز گوشتشه، پشمشه، پوستشه، شیرشه که مثلا میتونیم استفاده کنیم. ما الان تو ایران فرهنگ شیر و گوشت شتر اونجوری که مثلا گوسفند و گاو جا افتاده، شیر شتر و گاو جا نیافتاده. شیرش چه مزه‌ایه؟ شیرش تقریبا ترش مزه است، اما خب به ذائقه بستگی داره. شیر شتر به تغذیه‌اش هم برمیگرده، بستگی داره چه تغذیه داشته باشه. مثلا تغذیه شتر سری رو شیرش تاثیر میذاره. تو منطقه ما چون تغذیه‌اش خوبه، شیرش از نظر ما از شیر گوسفند هم بهتره و خاصیت‌های فراوان هم داره. مشتری داره الان شیرش، پوستش اینا؟ من بیشتر کسایی که بیماری دارن، کمخونی دارن، ابتلا به مثلا روماتیسم است، حتی میگن سکته مغزی رو چیز میکنه، از سرطان جلوگیری میکنه. صنایع تبدیلیش هست، چون مثلا شیر کسی که گاوداری داره خب شیرشو میده به کارخونه‌های مثلا لبنیات و اینا. برای شتر آیا کارخونه کارگاهی هستش که شما فراورده؟ متاسفانه همچین چیزی اتفاق نیفتاده. ما خودمون مثلا همینجوری که آقا گفتن بازاریابی، کسایی که شیر شتر رو خوردن، فوایدش رو دیدن، خودشون میان دنبال شیر شتر. برای همین اولش گفتم فرهنگ سازی نشده در مورد شیر شتر. ما اگه بدونیم شیر شتر چه خاصیتایی داره، دیگه از این داروهای شیمیایی استفاده نمی‌کنیم. شیر شتر استفاده می‌کنیم، گوشتش رو استفاده می‌کنیم. خب بعد اینکه شما یه سال پیش رو انداختید، الان خوب راضی؟ خدا رو شکر راضیم، اما خب چه جوری شد 140 تا؟ یعنی خودتون خریدید یا خودشون زاد و ولد کردن؟ نه، خرید کردم. آها، هی خرید کردی. بله. زاد و ولد و ایناش چطوریه؟ اگه به شتر به تغذیهش برسی 2 سال یه بار. اون بحثی داشتیه. شما شتر هاشی که می‌خرین در سن 150 کیلو در سن 1 سال، اگر شما مثلا با 40 میلیون سرمایه وارد بشین، هر 1 سال 100% به اون مبلغی که شما وارد کردین سود میخوره. جدا از اون بخواید سرمایه وارد کنید، سودتون بیشتر میشه. مرگ و میرش چطوره؟ مرگ و میر کم داره. ناخن الان یه چیزی هست که جا افتاد میگن شتر مریضی نداره. یه کوچولو مریضی داره که راحت مریضیش برطرف میشه. سرما میخوره زود خوب میشه. نه، بیماری پوستی داره. بعد جاش حالا متعادل باشه نسبت به اون شرایطی که شتر داره. ما الان مثلا خودمون واسه کسایی که فروش شتر زنده داریم 100% تضمین میدیم. آقا 0% شما وقتی از ما خرید میکنین گارانتی داره. گارانتی هم به صورت اینکه آقا شما تماس بگیرین، هر مشاوری، یعنی یارو مثلا این کاره نیست اصلا، میاد پیش ما میگه آقا من اینقدر سرمایه دارم، میخوام اینقدر شتر بخرم، میگم آقا شما از این سن باید شروع کنید تا آخرش تا 100. یعنی که آقا شترش که پروار شد، ایشون آقا تماس میگیره با من، میگه آقا من شترم پروارش الان چیکار کنم؟ میگم آقا ما تضمین کردیم که شتر شما رو خریداری کنیم بعد از هر موقع که شما خواستین بفروشین. چون شتر یه سرمایه‌گذاری هستش که از همون لحظه که شما سرمایه‌گذاری میکنید سود میده. یعنی شما از همون مثلا روز اول فرداش که این خوراک میخوره سود میده تا 3 سال. 1 تا 3 سال من شتر بیارم بخرم بدم به شما سود به من میدید؟ نه دیگه، شما میاد پیش من شتر میخرین، بعد میبرید. از فرداش هر موقع بخواین نیاز مالی داشته باشین، آقا به هر دلیلی قیمت افزایش پیدا کرده، به نرخ روز بازار از شما خریداری میشه. شترم با دلار خرید و فروش میشه؟ روپیه شتر وارداتی روپیه است و این که شتر داخلی به دلیلی که مثلا دلار مثلا شده 2-3 برابر، روپیه هم به تبعون رفته بالا دیگه. روپیه هم فکر می‌کنم پس شما اینجوری هم شده که پولدار شدی؟ نه، پولدار که چرا دیگه شتر دلار رفت بالا، سلام کاهش پیدا کرد، افزایش قدرت خریدمون کاهش پیدا دلاری کرد. که فرق نمی‌کنه که. عرضم به حضورتون که ما در حال حاضر این خدمت رو به اینا می‌کنیم که این تضمین هستش، یعنی موقعی که با ما خرید می‌کنن، ما شبکه گسترده داریم برای فروش. کسی هستش جنس مثلا رو دستش بمونه گوشت شتر، شیر شتر بعد فریز کنن، ناکن میمونه چون بلد نیستن. ناکن که ما ارتباط بگیرم، من اصلا الان کم دارم گوشت برای فروش. خب کجا میفروشی؟ کل استان ایران. تو ایران؟ کل ایران الان صادرات هم داریم. ما الان فرودگاه پیام که استان البرز هست، یه سامانه گمرک هوایی است که خیلی به قولی قدرت مانور داره. به کشورهای عربی میفرستی؟ اصلا حاشیه خلیج فارس اول گوشت گوسفند و شتر، بعد میشه گوشت‌های بقیه. الان مثلا ما بابت شبکه توزیع از بسیج دادندگی استان البرز خیلی کمک گرفتیم، اونا خیلی به ما کمک کردن.
و ما حالا برکات خوبی هم داشته خدا رو شکر، چون واقعا گوشت شتر نسبت به گوشت‌های دیگه خیلی مفیده. همین خانم فرمودن که بابت شیرش واسه فشار خوبه، واسه قند خوبه، واسه روماتیسم فوق‌العاده است این چیزی میگن. بعد فراورده که میشه الان بعضیا سرمایه‌گذاری کردن، من میشناسم خریداری میکنن، بعد شیر شتر ما فروش نداریم، مثلا دوغ شتر فروش داریم، چون شیر شتر 3 روز میمونه، بعد 3 روز بعد دوغ بشه 100%، وگرنه فاسد میشه. خب یکی میخواد شترداری کنه یا شتر پروری کنه، درست، چجوری یاد بگیره؟ ما خودمون از 0 تا 100 که وقتی خریداری میکنن از ما یه دوره در طولشون بهشون یاد میدیم. یعنی ما شما وقتی خریداری میکنید تا موقعی که میخواین بفروشین به صورت تضمینی، شما وقتی از ما خریداری میکنید شما دیگه از نظر حالا بعضی بعد سرمایه‌گذاری میکنن، ما نمیتونیم بگیم 100% شما میخرید. نه الان اصلا من یه سوال دیگه پرسیدم، یه چیز دیگه دارم. یکی میخواد الان بیاد بره شترداری شتر پروری کنه، خب ما آموزش بهش میدیم دیگه. خب شما الان فقط شما که نیستی که، یکی میخواد بره در یه شهری در یه جای دیگه میخواد یاد بگیره، راه عادیش چیه؟ مثلا کلاس هست، دوره هست، کتاب هست. ما الان کتاب 560 صفحه‌ای هستش که میدیم، ولی تئوریه، عملیه مقدار باید یاد بگیرن. در اصل 2-3 روز هم بیان عملیشو یاد میگیرن. برن یه جا 2-3 روز یاد میگیرن. 2-3 روزه که شتر یاد بگیرن. نه 2-3 روزه که نه، چیزی حداقل باید 1 ماه باشن که ببینن. نگاه کنین شتر یه چیزی نیست که 2 روزه بیاد اخلاقیاتش رو چیزاشو بشه. شما میتونین تغذیه‌اش رو بهشون یاد بدین، بگین مثلا چجوری تغذیه بدین، مثلا آبخوریاشو چجوری مثلا آب بدین، مثلا دوره غذاییشو تنظیم غذا، اینا رو 2-3 روزه میتونی بگین. اما منی که بخوام پرورش شتر بزنم حداقل باید بیام جایگاهشو بدونم چجوری باشه، تو چه موقعیتی باشه، تو چه ارتفاعی باشه، تو چه آب و هوایی باشه. بگید مثلا کجا میشه شتر پرورش داد؟ حیات خونمون مثلا ما 20 متر جا داریم میتونیم شتر نه دیگه تو 20 متر معمولا شتر اصلا یه حیوانی نیست که سر آخر ببندی. شتر باید حتما یه محیطی باشه که توش راه بره. شتر اصلا باید راه بره، اگه راه نره دست و پاش ورم میکنه. شتر نمیشه یه جا بس، اگه یه جا ببندی از خوراک میفته، یعنی غذا نمیخوره. بله برای همین تکی هم نمیشه نگردم. من هم هیچ وقت نمیگم یه شتر شما بگیرید. حداقل چند تا میشه؟ من میگم 5 تا 10 تا بگیرین. 5 تا شتر 5 تا مثلا 6 میلیون تومان. نه 5 تا 4 میلیون تومان، 3 تا 4 میلیون. من نکنید اگر میخواین واسش کارگر بگیرین حداقل 10 تا بگیرید، چون 10 تا به بالا واسه کارگر میشه. شما در اصل کارگر دیگه ما 1 میلیون بهش حقوق بدید. بعد غذا به جز اون کیغایی که میخوره و اینا دیگه شما نکنید خوراک شتر مثل گاو و گوسفند نیست که هزینه‌اش بالا باشه، میشه در کنارش تقویتی بهش داد، ولی که شتر اگه شما مراتب باشین خوراکش تقریبا میشه گفت نمیگم 100% 50%ش تامین میشه. علوفو و یونجو اینا پرسای علوفو و یونجو هم استفاده کنید کمکتون میکنه، ولی در مجموع خوراکش نسبت به گوساله و گاو ارزان‌تر در میاد. خانم نوباغی داشتید میگفتید کجاها میشه مثلا چه آب و هوایی براش خوبه؟ تقریبا آب و هوای خیلی گرم خوبه، چون ما خودمون زمانی که چون اینو دارم میگم شما گفتین تجربه‌هاتون رو بگین، میخوام بگم کسایی که میخوان مثلا ایشون میگن که 3 تا 4 میلیون، من میگم اگه میخواین مثلا شتر پرورش شتر بزنین اول هدفتون رو مشخص کنین. میخواین داشتی داشته باشین یا گوشتی؟ نه نگاه کنین گوشتی میخواین یا شیری میخواین. فرق میکنه نژاد شترها؟ نژادشون نژاد هم کسی کار کرده که مثلا تو ایران این کار هنوز انجام نشده، تازه داره شروع. بهترین نژاد شتری که بشه مثلا گوشت زیاد یا شیر زیاد ازش گرفت چیه؟ کجایی ان؟ شیرشو ما نمیدونم همه جا میگن یا نه. خب من یه شتری هست بهش میگن سونی، میگن تا 15 کیلو شیر میده. بله وزنش میتونه 200 میشه، بعد تا 15 کیلو در روز شیر میده. این شیریه خوبه. بله شیریه. ما یه مدل دیگه هم داریم تزیینی هستش واسه مسابقات بیشتر میبره، اون سود هنگفتری داره نسبت به اینا چون قیمتش دونه‌ایه. نمیگن مثلا دیگه کیلویی مثلا، ولی شتر لاکچری تزیینی میشه واسه مثلا صادرات استفاده میکنن تک و توک، ولی که بعد مشتریشو پیدا کنن. این یه مقدار سخته. خب این برمیگرده به همون هدف دیگه. شما باید اول هدفتون رو مشخص کنید که اصلا میخواین شتر رو واسه چی انتخاب کنین. یا مطالعه اقتصادی قبلش انجام بدن که مثلا من چقدر پول میذارم، چقدر دستمزد میدم به اون آقای ساربون که چقدر میگیره یه ساربون؟ 1.5 میگیره، 1.5 تا 2 تومن. 1.5 تا 2 تومن ماهانه میگیره. بله بله. نگاه که واسه سرمایه گذاری اول شما باید یه جایی داشته باشین، بعد
بقیه‌اشو برنامه‌ریزی بکنید. چون شما اگر بخواید رو بحث جا به قولی اجاره بکنید یا مثلا فلان نمیصرفه، ولی که بعد مدتی براتون اتفاق خاصی بیفته، مثلا بخواید جابجایی بکنید، همون هزینه‌های جابجایی یه مقدار سخت میشه براتون، ولی باز با اجاره میشه شروع کرد و یک سرمایه 40 میلیونی به نظر من یه سود هنگفتی بهشون میده، چون واقعا شطور یک کار پرسودیه، هنوز جا نیافتاده، بکره واقعا، و اینکه خیلی میتونن روش مانور بدن. ما خیلی الان برای شطور واسه بازار ارزش خیلی زیاد، الان مثلا ما فقط روی داخل داریم کار میکنیم. الان صادرات سمت به استان‌های جنوبی ما صادرات زنده دارن، صادرات گوشت دارن به کشورهای حاشیه قطب. درست. سمت غرب، شمال غرب ایران برای کشور روسیه، داغستان، اینا صادرات دارن به تک و توک، ولی که هست. خب فوت کوزه‌گری این کار چیه؟ یعنی که اگه بخواید یه نکته الان جوانایی که علاقه‌مند شدن بیان وارد شن، کوتاه بگید که اون فوت کوزه‌گریش چیه که اونو باید حواسشون باشه یه وقت بیچاره نشن. من میگم اگه میخوان شطور گوشتی بزنن از آخرای شهریور یا اوایل شهریور شروع کنن که بتونن تو 2 تا 4 ماه شطورشون رو به وزن ایدئال برسونن، تو زمستون به فروش برسونن. این پروار کنن. بله پروار کنن، چون گوشت شطور گرمه، بیشترین مشتریش تو زمستون داره. چون این فوت کوزه‌گری که اولش بتونن یه پولی در بیارن، امیدوار بشن، پولدار بشن و بعداً بتونن ادامه بدن. بله ادامه بدن که مثل من که مثلا نمیدونستم باید زمستون پروار بندی کنم، اومدم مثلا اسفند ماه شروع کردم به پروار بندی، اومدم مثلا اردیبهشت خرداد به بازار رسوندم، اما خب بازار فروش گوشتشو نداشتم. برای همین میگم اگه شما میخواین گوشتی این کارو یعنی با زمان بازار خودتون رو تنظیم بکنید. بله با زمان بازار. حالا داشتیش هم همینه ها، شما باید مثلا مرداد ماه داشتیاتون انتخاب کنین، چون بهتون گفتم 1 سال تا 2 سال طول میکشه که شطور بچه بزاد. شما باید تو مرداد ماه تا شهریور ماه این نژاداتون انتخاب کنین که بعد مثلا تو سال بعدش بدونین که یه دونه بچه شطور دارین، یه دونه سرمایه به سرمایه‌تون اضافه شده. بله. خیلی سوالای دیگه هست که الان قاعدتاً بیننده‌های ما دارن و من به نمایندگی از اونها داشتم اینجا نگاه می‌کردم پیامک‌ها رو. مثلا کدومو بگم؟ 0915 3793 نمیدونم 0917 2291 یا خیلی از اینا. چون وقت نمیشه میتونن دوستان برن در سایت میدون با این 2 تا کارفرین عزیز به صورت نامحدود آمادگی اعلام کردن که مشاوره بدن. برید ازشون سوال بپرسید، میخواید شطور بخرید، نمیدونم میخواید مشاوره بگیرید، هر کاری دارید سایت میدون برید و کسب و کارتون رو با این 2 نفر توسعه بدید. ممنون، شبتون بخیر. خداحافظی میکنم از شما.